کانتن در خدمت شما هستیم. بازی پیکان و داماش گیلان، بازی که در ورزشگاه شهدای شهر قدس در حال برگزاری هستش. ترکیب دو تیم رو خدمتتون عرض میکنم و میپردازیم به گزارش این مسابقه. به رسم ادب از تیم میهمان یعنی تیم داماش گیلان شروع میکنیم. در تیم داماش گیلان مانی عطایی فر، کنان طاهر نژاد، سجاد گلی بیگی، میلاد رویین، سپر سیمانپور، محمد رستمی، محمد میری، آرمان لطف خدا، رامین آقالو، مهرداد ایدری، رضا زاهد تبار، به سرمربیگری علی نظر محمدی. این طرف برای تیم پیکان یه موقعیت شیک گرفته برای داماشی‌ها. برای تیم پیکان عرفان اسفندیاری، دانیال جهانبخش، علی اصغر صادقی، رضا رضایی، علی فتحی، بهزاد زلامی، محمد علی فرامرزی، مهرداد بایرامی، سامان نریمان جان، علیرضا نقی‌زاده و افشین صادقی. به سرمربیگری آقای سیروس‌الدین محمدی آماده این بازی شدن. بازی حساس، پیکان برای صعود و داماش داره برای بقا تلاش میکنه. با امید اینکه شاهد و نظاره‌گری بازی جذاب و پرگل باشیم. صاحب توپ هم بازیکن پیکان در خط دفاعی. بهزاد سلامی میاره برای اسفندیاری. بازیکن‌های خوبی داره تیم پیکان. سامان نریمان جهان یکی از بازیکنایی که سالها تو سطح اول فوتبال کشور بازی کرده. بازی با حضور تماشاگران هم در حال برگزاری هستش. تماشاگران داماش که اومدن به ورزشگاه و هواداران پیکان. بهزاد سلامی، بایرامی، خود بایرامی، خطا نیست، ادامه کار. فتحی ثابت توپ بازیکن پیکان، توپ بیرون میزنن تا به وضعیت بازیکن مصدوم سجاد گلی بیگی رسیدگی بشه. مشاهده میکنیم سجاد گلی بیگی رو. در جدول پیکان رده چهارم با 48 امتیاز، داماش گیلان با 28 امتیاز رده 15. برد این مسابقه برای هر دو تیم مفیده. باید ببینیم که جدال شاگردان آقای سیروس‌الدین محمدی و علی نظر محمدی چه نتیجه‌ای خواهد داشت. صادقی یه توپگیری از بازیکن داماش. سجاد، مهرداد بایرامی. بازی رأس ساعت 16:30 سود خورد. قطعا نیمه اول جذاب خواهد بود. شروع شوق هواداران گرفته تا شرایط دو تیم. پرتو انجام میده، کسی نیست اونجا، ضربه سر رو میزنن بازیکن داماش. مانی عطایی فر، یوسف بهزادی امروز روی نیمکت هستش و مانی عطایی فر درون دروازه داماشیا قرار گرفته. این ارسال دانیال جهانبخش و توپی که به بیرون میره و پرتاب برای داماش گیلان. محمد میری، یه ارسال و در نهایت عرفان اسفندیاری. قضاوت این دیدارم به عهده آقای حسین زیاری، کمک اولشون آقای سیفی، ابراهیم امتنانی و داور چهارم محمد سلامی. یه فتحی بودش که احساس ناراحتی کرد. چگونه از این کورنر بهره خواهند برد بازیکنان داماش؟
یارگیری من تو من داخل محوطه جریمه. محمد میری میخواد ارسال انجام بده. ارسال میری داخل محوطه جریمه، برگشت تو از بازیکنان پیکان. میلاد رویین، صادقی، محمد علی فرامرزی، رو به عقب، مانی عطایفر، حالا بازیکن داماش صاحب یه ضد حمله شدن. رستمی به توپ نمیرسه بازیکن داماش و ضربه دروازه برای پیکان تهران. عرفان اسفندیاری، ضربه سری که زدن اونجا بازیکنان داماش و کورنر برای پیکان. چگونه از این کورنر بهره خواهند برد؟ ارسال داخل محوطه جریمه، توپو برمیگردونه مانی عطایفر. کماکان موقعیت، سامان نریمان جهان ارسال و توپی که از همه میگذره و ضربه دروازه برای داماش. بازی بدون گل داره دنبال میشه، کوتاه کار میکنه. ضربه بلند از محمد میری، جایی که سجاد گلیبگی حضور داره. حالا بازیکن داماش یه ضد حمله خوب میتونه شکل بگیره. این ارسال داخل محوطه جریمه، یه فرصت، کماکان موقعیت، بازیکن پیکان توپو برمیگردونن. نقیزاده، و در نهایت ضربه دروازه علیرضا نقیزاده، یا شماره 70 که پیکان. تراکی دور آلومینیوم تیمایی هستش که تو لیگ برتر بازی کرده و یه بازیکن خوبیه این بازیکن. مانی عطایفر، سیمانپور، محمد رستمی، توپ بیرون، میرو پرتاب برای داماش. میانهای میدان یه توپگیری از بازیکن پیکان بدون خطا میرن برای طراحی ضد حمله و اونجا آفساید اعلام میشه. داور مسابقه هم دیدیم در تصویر. مهدی شریفی هم از تیم پیکان به دلیل 4 اخطار بودن و محرومیت غایب بزرگ این مسابقه هستش. بازیکن تاثیرگذار تیم پیکان ثمری نداره و پرتاب برای پیکان.
عرفان اسفندیاری. ضربه سر کنون طاهر نژاد. توپو گرفتن اونجا به هر طریقی که بود. افشین صادقی. حالا یه فرصت برای پیکان، یه موقعیت دارن اگه به توپ برسه اونجا که مانی عطایفر درازکش. رضا رضایی هم در تصویر مشاهده کردیم. خیلی مهاجم خوبیه توی لیگ 1، آمار خوبی هم داره. دانیال جهانبخش. خطا برای داماش. از بدون گل داره دنبال میشه. طاهر نژاد. سپهر سیمانپور و اعلام خطا سیروس دین محمدی رو ملاحظه کردیم. به دنبال کسب 3 امتیاز این مسابقه هستش آقای دین محمدی. حالا یه فرصت برای یاران داماش و توپی که به بیرون میره. اونطور که معلومه میخواد بلند پرتاب انجام بده یار شماره 4 کنان طاهر نژاد. این پرتاب بلند داخل محوطه جریمه. توپو برمیگردونن بازیکنان پیکان. رضا رضایی ضربه سر رو میزنه. یه فرصت میره شیک بگیره برای پیکان. با سرعت بالا افشین صادقی. ثابت توپ خودش و در نهایت ضربه دروازه. احساس ناراحتی هم میکنه بازیکن پیکان اینجا در این صحنه. جای کارشناسی هم داره. مانی عطایفر بلند. ثابت توپ بازیکن داماش. در خط دفاعی بازیکنان پیکان بلند. حالا یه فرصت اینجا رضا رضایی. ثابت توپه. خود رضایی خیلی قشنگ یه نفر از پیش رو بر میداره. سامان نریمان جان اونجا نتونستی به خوب کنترل کنه و هواداران داماش رو مشاهده میکنیم در تصویر که از تیمای ریشه دار و پرطرفدار کشورمون از تیم داماش. ضربه دروازه رو باید بزنه مانی عطایفر. نریمان جان. رضا رضایی. ثابت توپ بازیکنان پیکان. فرصت برای پیکان. توپو برمیگردونن کماکان موقعیت. ثابت توپن فتحی برای بایرامی که نتونستی به خوب کنترل کنه. هفته 1 1404 ورزشگاه شهدای شهر قدس پیکان تهران و داماش گیلان.
پرتو انجام میدم بازیکن داماش. اعلام خطا تا که انجام شد به روی افشین صادقی. طور که معلومه سامان نریمان جهان خود ارسال انجام بده. سامان نریمان جهان چگونه از این موقعیت بهره خواهند برد یاران پیکان. موقعیت خوب ارسال، توپو برمیگردونم بازیکن داماش. سجاد قلیبگی بلند، توپ به بیرون میره و پرتاب برای پیکان. عرفان اسفندیاری سنگربان تیم پیکان تو 8 بازی 5 بار کلین شیت کرده و 3 گل خورده که 2 تاش پنالتی بوده. یه آمار خوبی داشته. حالا رضا رضایی فرصت داره پیکان. رضا رضایی پنالتی هست یا نه؟ داور اعتقادی به پنالتی نداشت تو این صحنه. لب خط آقای دین محمدی اعتقاد دارن که تو پنالتی بوده. داور میاد لب خط با یک کارت زرد جریمه میکنه آقای سیروس دین محمدی رو. صحنه سختی بود تشخیصش. اینجا پنالتی بود یا نه به روی رضا رضایی. صحنه که کارشناسی خواهد شد. اونجا لب خط هستش امیر صادقی پناه مدیر رسانه تیم پیکان. اینجا در این صحنه مجدد ببینیم میانه های میدان محمد علی فرامرزی پرتاب برای پیکان. پرتاب انجام میدم بازیکن پیکان. نقیزاده حالا بازیکن داماش یه پاس پشت مدافعان. حیدری توپ راهی اوت میشه. این ارسال که ثمری نداشت. بازیکن پیکان ثابت توپن. فتحی محمد علی فرامرزی علیرضا نقیزاده علی اصغر صادقی بهزاد سلامی فتحی ادامه کار. چقدر معترض لب خط آقای نظر محمدی. به زمین هم افتاده بازیکن داماش. توپ به بیرون میره. آقای نظر محمدی هم میبینیم لب خط صحبت میکنه مناظر مسابقه. داشتن که خطا بود. بازی داره بدون گل دنبال میشه.
این ارسال تو برمیگرد بازیکن داماش. میلاد روین پرتاب برای پیکان. دانیال جهانبخش. صادقی رو به عقب. عرفان اسفندیاری اشاره کردیم به عملکرد خوبش. مهرداد بایرامی برگشت توپ از بازیکنان داماش. جهانبخش ولی فرصت برای یاران داماش که توپ به بیرون میره، نتونست خوب به توپ برسه. بازیکن داماش رضا زاهد تبار بود. بایرامی دانیال جهانبخش بود، داره میارن بالا. فرصت داشت بازیکن پیکان که خطا اعلام میشه، خطا به روی رضا رضایی. خیلی خوب چرخید اونجا رضا رضایی. نیمکت تیم داماش گیلان. چگونه از این ارسال بهره خواهند برد بازیکنان پیکان. موقعیتی حساس. سامان نریمان جهان پشت توپ. ارسال سامان نریمان جهان. فرصت برای پیکان که آفساید اعلام میشه. احساس ناراحتی هم میکنه مانی عطایفر. مشاهده میکنیم در تصویر تشویق بیامان هواداران داماش. بازی بدون گل داره دنبال میشه. و باشگاه پیکان، باشگاه ریشه دار که سالها تو پایه عملکرد خوبی رو داشتن تو فوتبال پایه‌مون، بازیکن‌های خوبی رو تحویل داده به سطح اول فوتبال کشور و الان هم تقریبا شروع فصل تسکیری ها و مسابقات کماکان مداوایی داره صورت میگیره روی مانی عطایفر و مورد تشویق قرار میگیره از توی هواداران داماش گیلان. میتونه به بازی ادامه بده خوشبختانه. عطایفر سپر سیمانپور و در نهایت پرتاب برای پیکان. محمد علی فرامرزی، نریمان جهان، خود فرامرزی، بهزاد سلامی بلند،
مهرداد حیدری، کنان طاهر نژاد، توپی که حالا به بیرون میره. محمد علی فرامرزی، بهزاد سلامی، مهرداد بایرامی، اعلام خطا بریه محمد میری، سریم کار آغاز میکنه و اعلام آفساید. سامان نریمان جهان، دانیال جهانبخش بلند، توپی که به بیرون میره و پرتاب برای داماش گیلان، نرسید به توپ سامان نریمان جهان. میلاد اروین، توپ یه لحظه اثر گذاشت سجاد قلی بگی و در نهایت پرتاب برای پیکان تهران. بهزاد سلامی، جهانبخش، کنترل توپ از حیدری، سجاد قلی بگی، فرصت برای داماش، میانن داخل محوطه جریمه، برگشت تو دوباره بازیکن داماش، میری حالا بازیکن داماش، خطا نیست، ادامه کار. اینجا این صحنه مشکوک بود. دانیال جهانبخش، سامان نریمان جهان، یه فرصت برای پیکان، تکل خوب اثرگذار بازیکن داماش. محمد رستمی، پاسش خوب نبود. محمد علی فرامرزی، خود فرامرزی توپو برمیگردونه بازیکن داماش. آخرین باری که پیکان تو این ورزشگاه بازی کرد 2-0 فارس جنوبی جمع برد. آیا امروز هم پیروز خواهد بود برابر داماش یا خیر؟ یک کنترل بعد از افشین صادقی و توپی به بیرون میره، پرتاب برای داماش. آرمان لطف خدا، رضا رضایی که اعلام آفساید. و لب خط آقای نظر محمدی، سرمربی تیم داماش گیلان. میانه‌های میدان صادقی، سامان نریمان جهان، فرامرزی، یه فرصت میره شیک بگیر برای پیکان، رضا رضایی، یه تکل و اعلام خطا بروی رضایی.
قاسم سامان نریمان جهان پشت ضربه. چگونه از این ارسال بهره خواهند برد هواداران تیم داماش. این ارسال درون محوطه جریمه. برگشت توپ. سری پرتو با انجام میدن. فتحی ارسال برگشت توپ. پرتاب برای پیکان. بایرامی. فتحی ثابت توپ هم داماش. یه فرصت میره شیک بگی برای ارسال کوتاه. نقیزاده توپ به بیرون میرو. پرتاب برای داماش. فتحی دانیال جهانبخش. بهزاد سلامی. سامان نریمان جهان اونجا به هر طریقی بود که توپو گرفت تماسکننده داماش. نقیزاده علم آفساید. بزرگترین قایه به مازی عرض کردم. شریفی برای تیم پیکان دلیل 4 اخطار بودن. و افشین صادقی پدیده 19 ساله پیکان که گل برتری و صعود مقابل استقلال خوزستان فولادو زد در اولین بار فیکسه تو بازی امروز. پیکان هم در جام حذفی با استقلال تهران بازی داره. یه بازی حساسیه برای پیکان. حساس و سخت. یه توپگیری و اعلام خطا. این جدال هم با حضور ناظران ویژه کمیته اخلاق و انضباطی در حال برگزاری هستش. توپ هنوز به بیرون نرفته. توپو گرفت اونجا بازیکن داماش. سپر سیمانپور داخل محوطه جریمه اومد توپو گرفت اونجا. فرامرزی. ضربه دروازه برای پیکان تهران. مهرداد بایرامی. بهزاد سلامی. سامان نریمان جهان. افشین صادقی. حالا یه فرصت برای پیکان که نرسید اونجا به توپ. سامان نریمان جهان سخت بود انصافا. مانیه عطایفر.
بازیکن داماش تو بسر میذارن. سپر سیمانپور. در خط دفاعی ثابت توپ هستن بازیکنان پیکان. بهزاد سلامی. این ارسال خیلی بلند بود ارسالش. یه اشتباه. ثابت توپ بازیکنان پیکان. سپر سیمانپور. توپی که به بیرون میره پرتاب برای تیم داماش. بازی از طریق سایت و اپلیکیشن آنتن تقدیم نگاهتون میشه. دانیال جهانبخش. ضربه دروازه ناموفق بود مهرداد حیدری. سری کار آغاز میکنه. مهرداد بایرامی. رضایی. کنانه طاهر نژاد واگذار میکنه برای سنگربان تیم داماش مانی عطایفر. فرامرزی. بازی داره بدون گل دنبال میشه. در خط دفاعی بازیکنان تیم پیکان. بایرامی. فتحی. پرتاب برای پیکان. مهرداد بایرامی. رضایی. دانیال جهانبخش. داماش تو زمین خودش حضور داره و پیکان اومده بالا. بهزاد سلامی. بایرامی. اعلام خطا به روی مهرداد بایرامی. ورزشگاه شهر قدس امسال میزبان خیلی از بازی‌های بزرگ بود. از آسیایی تا لیگ برتر گرفته. سامان نریمان جهان. قطع ارتباط از بازیکنان داماش. آرمان لطف خدا. بلند کسی نیست اونجا از تیم داماش و در نهایت عرفان اسفندیاری. بهزاد سلامی. دانیال جهانبخش. عرفان اسفندیاری. این ارسال و در نهایت این چهره مانی عطایفر.
میانای میدان نقیزاده، فتحی، خودعلی فتحی، سامان نریمان جهانی، ارسال، فرصت برای پیکان، برگشت توپ، بایرامی، فرصت برای پیکان، سامان نریمان جهان، خود سامان نریمان جهان و کورنر. کم جون گرفته بازی. میلاد روحینم مورد تشویق قرار میگیره از سوی هواداران داماش. نریمان جهان رفته برای ارسال کورنر. دو دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته شده. ارسال سامان نریمان جهان، فرصت برای پیکان، تو برمیگردونن. چه موقعیت خطرناکی بود. یه ضربه است همونجا که با اختلاف از کنار دروازه به بیرون میره. نقشه بر زمین میشه مانی عطایفر. بلند میشه و به بازی باید ادامه بده. نیمه اول داره بدون گل به پایان میرسه. بازیکن داماش ثابت پن، حیدری، محمد رستمی، برای دومین باری که اینجوری شد پاسش. محمد علی فرامرزی، حالا فرصت میره شیک بگیری سامان نریمان جهان. پاس نقیزاده نرسید به رضا رضایی. سیمانپور، سجاد قلی بیگی، میانای میدان. یه پاس که اونجا حضور داشت بازیکن پیکان. پایان نیمه اول به صدا در میاد. در نیمه دوم در خدمت شما خواهیم بود. میپردازیم به گزارش نیمه دوم بازی پیکان و داماش گیلان. بازی که در نیمه اول بدون گل به اتمام رسید، اما باید ببینیم که در نیمه دوم چه اتفاقاتی رو خواهد داد. اعلام خطا بریه محمد میری. یه تغییرم تو ترکیب پیکان به وجود اومد. یارو شماره 6 علیاصغر صادقی به بیرون اومد و 14 قبیشاوی وارد مسابقه شد. که از تعویضا رو انجام داد آقای دین محمدی. زاهد تبار، دانیال جانبخش، فرامرزی، قبیشاوی، سلامی، مهداد بایرامی، پرتاب برای پیکان. این چهره پرتاب باید انجام بده مهداد بایرامی. اعلام خطا
باشگاه پیکان هم حضور مدیر عامل جدید آقای نقی ناجی به فصل جدیدی از پیشرفت داره میره. باشگاه پیکان هم میزبان والیبال زیر 16 سال تیم ملی بوده و ریاست فدراسیون هم تشکر کرده بابت میزبانی از باشگاه پیکان. قبیشاوی، محمد رستمی، سجاد قلیبیگی، خود قلیبیگی برگشت تو از دانیال جهانبخش، میری، کنان طاهر نژاد، ثابت توپ بازیکن پیکان، محمد میری، این ارسال، سامان نریمان جهان، جهان برای افشین صادقی، اعلام خطا و کارت زرد جریمه میکنه بازیکن داماش رو. تشکری هم میکنیم از شما بینندگان محترم سایت و اپلیکیشن آنتن. سلامی هم عرض میکنیم به هموطنامون که از خطه شمال کشورمون دارن این بازی رو تماشا میکنن. هواداران دوست داشتنی متعصب داماش گیلان. بدون گل مساوی. پزشکی هم اونجا وارد زمین شده بود. حالا بازیکن داماش دانیال جهانبخش برای بهزاد سلامی، سامان نریمان جهان، خود سامان نریمان جهان، 1 و 2 با افشین صادقی. نریمان جهان فرصت برای ارسال فرامرزی، توپی که به بیرون میره پرتاب برای پیکان. سامان نریمان جهان، افشین صادقی، این ارسال برگشت توپ. خوب نبود کنترل مهاجم داماش. حالا یه فرصت میره شک بگیره، فرصت دارن. رضایی، خود رضایی ضربهشو میزنه و توپی که به بیرون میره پرتاب برای پیکان. سامان نریمان جهان، یه فرصت، افشین صادقی ارسال، کسی نیست اونجا، توپ به بیرون میره پرتاب برای داماش. امیدواریم بازی جذابی رو شاید باشیم تو نیمه دوم. نیمه اول که گل نداشت. حالا یه فرصت برای یاران داماش، خوب نبود کنترل زاهد تبار. محمد علی فرامرزی، حالا یه فرصت برای داماش، یه ضربه از همونجا، ضربه که میاد روی این زد از بالای دروازه تقریبا با اختلاف به بیرون رفت.
ضربه دروازه رو میزنه سنگربان تیم پیکان. ضربه سر از فرامرزی، زاهد تبار. سامان نریمان جهان، نقیزاده. این فرصت میره شیک بگیر برای پیکان. حالا یه موقعیت، نقیزاده ارسال داخل محوطه جریمه. موقعیتی که از دست رفت فرامرزی، کماکان موقعیت. خود محمد علی فرامرزی رو به عقب. گوبشاوی، پرتو محمد علی فرامرزی انجام میده. رضا رضایی، ثابت توپ مسکان پیکان پشت محوطه جریمه. یه موقعیت، یه ضربه و توپی که راهی کورنر میشه. قبیشاوی رفته برای ارسال کورنر. جای صادقی، علی اصغر صادقی وارد بازی شد. یارگیری من تو من. این ارسال تو پس همه میگذره. به دنبال توپ زاهد تبار، صاحب توپه. خود زاهد تبار، فرصت داخل محوطه جریمه. سامان نریمان جهان، صادقی. تیم پیکان داره بالا میاد. خود صادقی، پاسش خوب نیست برای سامان نریمان جهان. کادر داماشو دیدیم در تصویر. پرتو انجام دادن. فرامرزی، پرتو انجام میشه. تا که اعلام شد به روی بازیکن پیکان. حالا یه فرصت میره شیک بگیره. توپ به بیرون نرفته. ارسال انجام میشه، کوتاه برگشت توپ. بایرامی آورد ارسال کرد اما برگشت توپ. نقیزاده، مهرداد بایرامی، ارسال پشت محوطه جریمه. صادقی، محمد علی فرامرزی، رضا رضایی، ثابت توپ. خود رضا رضایی ضربه رو میزنه، برگشت توپ. قبیشاوی، دانیال جهانبخش، بهزاد سلامی. قبیشاوی، خود قبیشاوی، توپگیری از یاران داماش. ثابت توپ هم کنه. داماش چگونه بهره خواهند برد از این موقعیت؟ اقدام به شوت زنی میکنه، میزنه از همونجا. توپی که برخورد کرد به دانیال جهانبخش و راهی اوت شد. کنان طاهر نژاد پرتو میخواد انجام بده. توپ به بیرون میرو. ضربه دروازه برای پیکان. عرفان اسفندیاری،
دانیال جهانبخش. صادقی سامان نریمان جان. رضا رضایی، خود رضایی به دنبال توپ، این ارسال و توپ به بیرون میره. ضربه دروازه برای داماش گیلان. مانی عطایفر. این ضربه سر. صاحب توپ هم اسکانان داماش در خط دفاعی میانه‌های میدان. محمد رستمی. اینجا نمیرسه به توپ. زاد تبار لحظه اثر گذاشت رو توپ لب خط. یه بازیکن از پیکان میبینم که الان که به بازی بیاد. فرامرزی. جمشیدی خواهد وارد بازی بشه برای پیکان. حالا یه فرصت برای یاران پیکان. ارسال داخل محوطه جریمه. یه موقعیت برای پیکان. کماکان موقعیت. فرامرزی. یه ارسال. یه فرصت بس همه میگذره. دوباره موقعیت رو بقیه. مهداد بایرامی. ارسال بایرامی. کسی نزد اونجا ضربه سر رو. خطا به روی مهرداد ایدری. تعویض باید انجام بشه. افشین صادقی به بیرون میاد و یا شماره 77 جمشیدی. وارد بازی میشه. دو تا تعویض هم برای داماش مثل این قراره انجام بشه. لب خط وحید پوری و میاد یزدانی رو من میبینم مثل این قراره به بازی بیان. تعویض باید انجام بشه. سجاد قلی بیگی به بیرون میاد. پوری وارد بازی میشه و میاد یزدانی هم به بازی اومد به جای زاد تبار. این ارسال صاحب توپ هم اسکانه پیکان. دانیال جهانبخش. فرامرزی. اون سمت فضا برای اینکه توپ بیاره بالا عالیه. فرامرزی. حالا یه فرصت برای پیکان. داور میاد صحبت میکنه با کمک. ادامه میدم به بازی و یار شماره 26 فرامرزی رو مشاهده میکنیم در تصویر.
پرتاب باید انجام بشه. کوتاه قبیشاوی، فرامرزی، خود فرامرزی، حالا بازیکن داماش لب خط، پرتاب برای داماش گیلان، میاد روین، پرتاب انجام خواهد بده. وحید پوری، رضایی رو تو بس سر میذاره، نقشه بر زمین میشه. وحید پوری خودش ثابت توپه، 1 و 2 فرصت داره داماش، یه ضربه و توپ راهی کورنر میشه. چگونه از این کورنر بهره خواهند برد؟ محمد میری رفته برای ارسال کورنر، این ارسال فرصت برای داماش، بازی یکم نسبت به نیمه اول داره بهتر و با سرعت بیشتر داره انجام میشه. توپگیری رضایی، ثابت توپ بازیکن پیکان، یه حرکت میره شیک بگیره، یه فرصت دارن، چگونه استفاده میکنن؟ یه ضربه است همونجا. بازی شهرداری آستارا و به سطح کرمانشاه با نتیجه 2-0 به سود بهزت به پایان رسید. اسفندیاری، نقیزاده، توپ میرسه بایرامی یا نه؟ توپ به بیرون میره، پرتاب برای پیکان، قبیشاوی، سامان نریمان جهان، ارسالی، یه ضربه سر، خوب نخوابی توپ روی سر رضایی. بدون گل مساوی. بازی مثل سونگون و نفت مشت سلیمان هم 2-2 به پایان رسیده. حالا یه ضربه از همونجا، ضربه که سپر سیمانپور زد به توپ. اعلام خطا، یه
درگیری هم اونجا پیش اومده. چه اتفاقی داره رخ میده؟ امیدواریم که هرچه زودتر حال ختم به خیر بشه. چی شد یه لحظه اونجا تو بازی؟ سامان نریمان جان هم داره صحبت میکنه با داور. یه کارت زرد میده به بازیکن پیکان و بازیکن داماش. دوباره یه درگیری داره پیش میاد. حرکت بزن اونجا دانیال جهان بخش. امیدواریم که هرچه زودتر تموم بشه این ماجرا. بدون گل مساوی. تموم شد بحث و جدل ها. هر دو تیم از تیمای خوب با شخصیت کشورمون هستن. دوباره مثل اینکه یه درگیری داره ایجاد میشه بین اونجا داد زمین. لب خط رو میبینیم. تقریبا 5 دقیقه از وقت بازی رفت به خاطر همین اعتراضات. یه کارت زردم برای مرداد حیدری. همه دارن جریمه میشن. خوب نیست این کارها در فوتبال کشورمون. میگه تمومش کنید. نقیزاده و هنوز دارن صحبت میکنن. یه درگیری که اون طرف رخ داد خیلی عجیب بود. اون صحنه یه چیزی شبیه به کشتی رو ما دیدیم، اما خب به اتمام رسید. واقعا بازی به حاشیه دنبال شد تا به این دقایق به جز اون صحنه. آقای نظر محمدی هم باشن کلن همه اعضای نیمکت ها بلند شدن. بازی برمیگرده به روال. مدیر رسانه پیکان و سرمربی تیم پیکان هم دیدیم، آقای سیروس دی محمدی و امیر صادقی پناه. عرفان اسفندیاری
دوستان سلام. نمیدونم چند نفر صدای من رو دارید. متاسفانه تصویر خودمون رو از دست دادیم. حالا معلوم نیست که به چه دلیلی، عامدانه یا به سهو تصویر رو قطع کردن. امیدوارم به هر حال قضیه جوری نباشه که بخوان سر داماش رو به نوعی ببرن. به محض اینکه تصویر بیاد من سعی میکنم که حتما براتون پخش کنم. در این حین سعی میکنم که با استادیوم ارتباط برقرار کنم، آرمان غریبینیا رو روی خط بیاریم که حداقل اگر شده به صورت صوتی بتونه بازی رو برامون گزارش کنه. آرمان جان سلام، روی خط هستی. بگو که تو این 10 دقیقه اتفاق خاصی نیفتاده؟ نتیجه بازی الان دقیقه 79 بازی، کورنر برای داماش به دست اومده. بله. داماش برعکس بازی قبل این بازی امروز خیلی خوب تونسته کنترل کنه. حالا ما منتظر تعویض داماش هستیم که آرمان یک سری حواشی هم به وجود اومده بود. در مورد این حواشی میگی که چه اتفاقی افتاد؟ اون مأمور نیرو انتظامی چی میگفتن؟ بذاری کورنر رو ببینیم. علی جان داماش دروازه‌بان توپو میگیره، کورنر را به جایی نمیبره. آیا احمدی چیزی که بوده طبق قانون هوادارهای داماش چیزی هلوش 70 نفر شدن نیمه دوم، از هوادارهایی که از رشت اومدن و هوادارهایی که ساکن شهر قدس و کرج بودن برای حمایت داماش تو ورزشگاه حضور دارن. مسئله که پیش اومد این بوده که ناظر مسابقه به نیروی انتظامی ایراد گرفته که باید صدای تشویق هوادارا کم باشه و طبلی زده نشه. خب چنین قانونی نداریم که الان چقدر مسخره. آره ازشون خواستی ببین دیگه میشه گفت یه 5-6 دقیقه. خب تصویر آنتن رو هم قطع کردن. میتونیم اینطوری برداشت کنم که به نوعی میخوان سر داماش رو اونجا ببرن؟ این حاشیه‌ای که پیش اومد و داور عرض چند دقیقه 4-5 از بازیکن‌های ما رو اومد با کارت زرد جریمه کرد، میشه این استنباط کرد که نمیدونم شاید اون دستای پشت بندی تو کار باشه. بعد از 5-6 دقیقه آقای سالار عقیل پرست در لیدر داماشو خواستن کنار زمین صحبت کردن. الان دو تا از بوقای هوادارا رو تبل رو گرفتن، الان تا کنار پست و هوادارا به جای قبلیشون برگشتن، ولی عملا دیگه از خیلی از وسایلشون نمیتونه استفاده کنه. و آیا احمدی بسیار عالی پیکان بزنه. گل زدن؟ بله روی ارسالی که داشتن از سمت راست زمین داماش. پس به نوعی سر ما رو بریدن دیگه. پس گل ایجاد شد برای پیکان. بله الان نتیجه یکیش دقیقه چند؟ در دقیقه 82 بازی. تازه چند ثانیه‌ای بود که وارد دقیقه 82 شده بود. عجب. همونجایی هم که شنیدین از بله رضا رضایی دقیقه 82 بازی تونست دیگه. بس همه کارو دارن میکنن دیگه. یعنی خیلی ساده لوحانه است اگر تصور کنیم که اینا برنامه‌ریزی شده نیست. والا ببین یه چیزی که همیشه ما گفتیم، وقتی یک ساختار مدیریتی و تشکیلاتی درست وقتی یک باشگاه نداشته باشه، این طبیعیه که در فوتبال ایران سال خوبه. خب مثلا دقیقا الان که آرمان جان یه نکته جالب بهت بگم، الان که پیکان به گل رسید تصویر رو برقرار کردن. این خیلی جالبه. خیلی جالبه. اونجا به ناظر بازی هم حالا میتونید گوشزد بکنید این قضیه رو. حالا بذار من به عنوان یکی از هوادارهای اتلتیکو بگم که حالا در بازی‌های بزرگ اروپا اومدن تیم‌های بزرگ. خب اگر اجازه بدی من از تو خداحافظی کنم تا بازی رو بتونیم پخش کنیم. صحنه گل رضا رضایی. این ضربه سر
به توپ نمیرسه کنان طاهر نژاد. پرتو باید انجام بدن. 83 دقیقه. جاز تصویر گل میانای میدان. نریمان جهان حتی به روی سامان نریمان جهان. وقت کمی مونده تا پایان. تقریبا میتونیم با احتساب وقت اضافه بگیم 7 دقیقه تا 90 دقیقه مونده. 5-6 دقیقه هم میتونیم در نظر بگیریم برای وقت اضافه. ما باید ببینیم که چند دقیقه وقت اضافی برای این دیدار در نظر گرفته خواهد شد. فرامرزی، جمشیدی، رضایی یه لحظه تعادلش از دست داد. سامان نریمان جهان خیلی برخورده بدیو داشتن اونجا و اعلام خطا. اعلام خطا. اینجا صحنه گلو مشاهده میکنیم. چه ضربه سریع زد. رضا رضایی خوشحالیه. رضا رو دیدیم. سامان نریمان جهان، قبیشاوی، محمد علی فرامرزی رو به عقب، دانیال جهانبخش، نقیزاده، این ضربه خطا به روی سامان نریمان جهان. موقعیت خوبیه. آقای دین محمدی رو میبینیم تیمش 3 امتیاز رو کسب کرده تا به اینجای کار. قبیشاوی مثل اینکه میخواد ضربه رو بزنه. هستن اونجا چند تا بازیکن و یوسف بهزادی دروازه‌بان تیم داماش. مشاهدهش میکنیم تو تصویر. سالهای خوبی تو لیگ برتر تجربه کرده. ذوباهن، شهر خودرو، فجر سپاسی شیراز. چگونه از این موقعیت بهره خواهند برد؟ یه بار از این صحنه گل زده نقیزاده. ضربه رو میزنه توی دروازه. چه گلی شد. گل برای تیم پیکان. 2-0 میشه نتیجه بازی. خیلی قشنگ دروازه رو باز کرد. بهزاد سلامی بود اگه اشتباه نکنم. 2-0. چه گلی زد. بله بهزاد سلامی حساب کار رو 2-0 میکنه برای پیکان. فوق‌العاده بود این ضربه. بهزاد
سلامی یکی از بهترین گلای این هفته رو به ثمر رسونده بدون شک. هرچی بگیم از زیبا این گل کم بوده. 2-0 دیگه تقریبا میتونیم بگیم کار تمومه برای داماش. تعویضم انجام میشه برای داماش. داره شماره 24 اسماعیل فطرتی وارد بازی میشه. پیکانم تعویض انجام شد برای پیکان. یا شماره 28 صدقی وارد بازی میشه و پاک پرور وارد مسابقه میشه. گل دومه پیکانو اگه همکارانم به اشتراک بذارن. بله اینجا در این صحنه چه ضربه ای رو زد به توپ. کاری از دستان عطایفر بر نیامد. رامین آقالو، محمد رستمی توی یه نیمه کارو تموم کرد تیم پیکان. آرمان لطف خدا بازی داره با نتیجه 2-0 دنبال میشه به سود پیکان. و حالا بازم میتونیم بگیم که پیکان میتونه صعود کنه و شرایط سختی رو داره. صنعت نفت، پیکان، آریو اسلام شهر، تیمای مدعی داخل محوطه جریمه. بازیکن داماش و در نهایت کرنر. یه فرصت برای داماش و حالا احساس ناراحتی هم میکنه دروازه‌بان تیم پیکان. هفت دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته شده. مداوایی داره صورت میگیره بریه دروازه‌بان تیم پیکان. عرفان اسفندیاری عرض کردم عملکرد فوق‌العاده‌ای رو داشته. تو 8 بازی 5 تا کلین شیت و 3 تا گل خوردی که این 3 تا 2 تاش پنالتی بوده و این بازی هم هیچ گلی نخوردن. بازی هم از طریق سایت و اپلیکیشن آنتن تقدیم شما دوستان فوتبال میشه. هفت دقیقه وقت اضافه و تقریبا میتونیم بگیم کار تمومه برای داماش. یه تشکری هم میکنیم از تمام عزیزانی که دست در دست هم دادن تا این بازی به نحو احسن انجام بشه. حالا بازیکنان پیکان رضایی، گوبشاوی، بهزاد سلامی، دانیال جهانبخش،
بهزاد سلامی، اسفندیاری، بلند در زمین تیم داماش، سر اول بازیکن داماش زدن. احساس ناراحتی میکنه بازیکن پیکان. کورنر برای داماش. میاد یزدانی، ارسال، تو برمیگرد ناموس کنه پیکان. حالا پیکانی ها یه تکل خوب از بازیکن داماش. میلاد رویین بود که تکل زد. محمد علی فرامرزی، حالا یه فرصت برای پیکان، یه موقعیت عالی. جمشیدی داخل محوطه جریمه، فرصت دارن، خطرناک از کنار دروازه با اختلاف به بیرون رفت. ضربه میلاد پاکپرور. دو بر صفر به سود پیکان. رامین آقالو، حالا یه فرصت برای بازیکن داماش، به توپ نرسید. شماره 21 سپر سیمانپور و نیمکت داماش. دانیال جهانبخش بازی هم داره به اتمام میرسه. با تشکر از شما که این بازی رو تماشا کردید. امیدوارم که از گزارش بنده لذت کافی برده باشید. باید دید که کار در هفته‌های پایانی لیگ یک به چه صورت خواهد بود. بعضی تیم‌ها برای بقا و بعضی برای صعود می‌جنگن. این ضربه پاکپرور، رنجبر، حالا بازیکن داماش نرسید به توپ که به بیرون میره. رضا رضایی و بهزاد سلامی دو گل برای پیکان زدن. حالا یه فرصت برای پیکان، سامان نریمان جهان، یه موقعیت، رضایی، یه ضربه، گل سوم، دبل میکنه تو این بازی رضا رضایی. بازی 3 بر 0 میشه. پیکان 3 داماش 0. گل سوم برای پیکان توسط رضا رضایی، دبل میکنه تو این مسابقه. و یه بازی جذاب ما تماشا کردیم در نیمه دوم این جدال. کلا تو نیمه دوم 3 تا گل هم زدن بازیکن تیم آقای دین محمدی. 3 بر 0. یه گل جذاب،
کلا بازی جذابی شد. اون کاشته زیبای سلامی محمد رستمی. اینجا در این صحنه ببینیم با هم یه سرتوب زد اینجا و سوت پایان بازی